و ساخت تجهیزات شیشه‌ای آزمایشگاهی و صنعتی در شرایط تحریم کار دشواری است، اما خودباوری و تکیه بر دانش بومی باعث شد تا محقق کرمانشاهی از 5 سال پیش نخستین کارگاه شیشه‌گری علمی را در دانشگاه رازی کرمانشاه راه اندازی کند. کلونجر هستش، آماده گذاشتن تو کور است که تا دمای 280 درجه این شیشه تحمل دماش بالا میره. شاید در نگاه اول ساده به نظر برسد، اما کاربرد بسیار دارد. تو صنعت هم به صورت کلونجرهای بزرگ 1 لیتری هم استفاده میشه. برای روغنگیری ها و اسانس های ویژه پروتئینی هم حتی ازش استفاده میشه. این تنها یکی از صدها ابزاری است که در کارگاه شیشه‌گری علمی در دانشگاه رازی کرمانشاه ساخته می شود. ما کارگاه شیشه‌گری علمی تو غرب کشور نداریم، این تنها کارگاهی هستش که وجود داره. قطعاتی که شکسته شد دیگه اون دستگاه با اون هزینه هنگفتی که وارد شده از کار میفته و قطعه رو برای ما میارن، ما طراحیش میکنیم و خدا رو شکر میسازیم. ابزارهای ساخت این کارگاه به دانشگاه‌ها و کارخانه‌های مختلف به ویژه در غرب کشور ارسال می شود و البته در بازارهای آن سوی مرزها هم تقاضا دارد. دانشگاه رازی دانشگاه بین‌المللی هست. دانشجوهایی که اینجا هستن از کشور عراق میان اینجا و حتی کشور مالزی میارن قطعاتی رو از کشور خودشون از آزمایشگاه‌های دانشگاه‌هاشون میارن اینجا، ما براشون میسازیم و در اختیارشون قرار میدیم. گروه‌های بازیکننده از کشور عراق داشتیم اینجا، 2 تا قراردادم باهاشون داریم، براشون میسازیم. من میسازم. محقق و استاد دانشگاه رازی با این جمله کوتاه کوره این کارگاه شیشه‌گری علمی را از سال 98 روشن کرده. یک قطعه تو دانشکده نفت و پتروشیمی یکی از وسیله آزمایشگاهی زد و شکست. این وسیله نه تو تهران پیدا میشد و نه متاسفانه به راحتی ساخته میشد. همون موقع که من دیدم شدم اگه کارگاهتون کار بکنه و فعال باشه من براتون میسازم. اومدیم سراغ گرفتیم، گفتن سال 72 کارگاه شیشه‌گری دانشگاه رازی تعطیل شده. گفتیم خب وسیله هاش ابزاراش، گفتن بله اینا رو گذاشتیم تو انبار شیمی، بریم پیداشون کنیم بیاریم مثلا راه اندازی کنیم. عمده کار این کارگاه تعمیر، ساخت و تجهیز وسایل آزمایشگاهی صنعتی و نیمه صنعتی است، اما خانم ملکی ذوق هنری را هم چاشنی شیمی فیزیک کوانتوم کرده. نیهای به اصطلاح شربت خوری که مزین شده بود به یک گیلاس و یه برگ سبز روشون، قوری‌های کوچیکی که تو بازار الان هست استفاده میشه برای زعفران ساختیم. خانم ملکی میگوید راه دراز و دشواری را تا به امروز پیمودند و برای ادامه راه حمایت می‌خواهند. مرحله پیشرفته و ساخت دستگاه‌های صنعتی نیازمند دستگاه لیس، ساب و دستگاه روداژ زن داره. معمولاً تسهیلاتی هم که میخوان بهمون بدن اولا نمیدن، اگرم میدن سود و بهره بسیار بالایی داره و پرداختش برای این واحد فناور به اصطلاح تازه کار و تازه نوپا سخته. حمایت از تولیدات دانش بنیان با توجه به ظرفیت صادراتی استان میتواند رونق تولید و اشتغال را در پی داشته باشد. آمنه فرهادی، خبرگزاری صدا و سیما، کرمانشاه.